خب بچه توی ویدئوی قبلی ما با حالت کلی comparative and superlative adjectives ها آشنا شدیم. حالا توی این درس میخوایم با جزئیات بیشتری بیایم comparative and superlative adjective ها رو بررسی بکنیم. من برای کمپراتیو ها اگر بخوام شدت بذارم بچه از very نمیتونم استفاده بکنم. یعنی اگر ما مقدار اون صفتی که داریم با تر میگیم رو بخوایم مشخص بکنیم، اون میزان دیگریش رو بخوایم مشخص بکنیم، میتونیم از much، a lot و far استفاده بکنیم. وقتی میخوایم بگیم خیلی قد بلندتر، خیلی گرونتر، خیلی مهمتر، یا اگه بخوایم بگیم یه مقدار کمی، میتونیم از a bit، a little و slightly استفاده بکنیم. حالا به این مثالا توجه بکنید. I felt ill in the past but I feel much better now. یعنی من در گذشته احساس بیماری داشتم اما الان خیلی احساس بهتری دارم. پس من اگر بخوام کلمه خیلی رو برای صفت مقایسه ایم داشته باشم، نباید از very استفاده بکنم، باید از much، a lot یا far استفاده بکنم. حالا به این مثال بچه دقت بکنین. Don't go by train. It is a lot more expensive. یعنی با قطار نرو، خیلی گرونتره. پس من اگه نیاز داشته باشم پشت صفت مقایسه ایم خیلی قرار بدم، یا باید از much استفاده کنم، یا باید از a lot استفاده کنم، یا باید از far استفاده بکنم. یه مثال دیگه بچه با هم داشته باشیم. Could you speak a bit more slowly؟ یعنی امکانش هست یه مقداری آهسته تر صحبت بکنی. الان من more دارم و اگه بخوام بگم یه مقدار کمی، حالا آهسته تر، تندتر، باید پشتش یا a bit بذارم یا a little یا slightly. This bag is slightly heavier than the other one. یعنی این کیف یه مقداری سنگین‌تر از اون یکیه. من اگر بخوام پشت تر، حالا خیلی یا مقدار کمی بذارم، برای خیلیش بچه‌ها میتونم much، a lot و far بذارم و برای خیلی کمش میتونم a bit، a little یا slightly بذارم. This problem is far more serious than we thought at first. یعنی این مشکل خیلی جدی‌تره از اون چیزی که ما در ابتدا بهش فکر می‌کردیم. اگه من بخوام بگم خیلی جدی‌تر، اولا که خود جدی‌تر که میشه more، حالا با اون صفتی که داریم serious. حالا اگه بخوام بگم خیلی، یا باید بذارم a lot more serious یا far more serious یا much more serious. اگه بخوام بگم یه مقداری، حالا یه تر، یه مقداری مثلا جدی‌تر، باید بگم a bit serious، a little serious یا slightly serious. حالا بچه‌ها ما میتونیم پشت صفت‌های مقایسه ایمون از any و no استفاده بکنیم. از نظر گرامری وقتی شما no داری جملتون مثبته اما بار معنایی منفی. وقتی any داری هم بار معنایی منفیه هم ساختار جملت منفیه. حالا بریم ببینیم معنی اینا به چه شکل هست و چجوری توی جمله استفاده میشه. من وقتی که بخوام بگم بچه اصلاً، یعنی بخوام کلمه اصلاً رو کنار اون صفت مقایسه این بیارم، یا باید از any استفاده بکنم یا باید از no. ساختار جمله مثبته اما معنی منفی. any هم ساختار منفیه هم به اصطلاح جمله‌ای که داریم و معنیش. حالا به این مثالا نگاه بکنید. I waited long enough. I'm not waiting any longer. یعنی من به اندازه کافی صبر کردم، دیگه بیشتر از این صبر نمی کنم. خب یا اصلا بیشتر از این دیگه صبر نمی کنم. الان من دیگه میخواستم بگم که اصلا بیشتر از این یا دیگه بیشتر از این. من اینجا any رو استفاده کردم، پس جمله‌ام باید چی باشه؟ منفی باشه. We expected their apartment to be very big, but it's no bigger than ours. یعنی ما انتظار داشتیم آپارتمان اونا خیلی بزرگ باشه اما اصلاً از آپارتمان ما بزرگتر نیست. پس من اگه بخوام بگم اصلاً به هیچ وجه، یعنی کنار اون ترم بخوام اصلاً به هیچ وجه یا دیگه بذارم، یا میتونم نو پشتش بذارم یا any. نو ساختار جمله رو مثبت نگه میداره، معنی منفی. any هم ساختار هم معنی، جفتش منفی هست. پس من این جمله رو بچه ها اینجوری هم میتونستم بگم.
It isn't any bigger than ours. یعنی اصلاً از خونه ما بزرگتر نیست. How do you feel now? Do you feel any better? الان چه احساسی داری؟ آیا اصلاً احساس بهتری داری؟ This hotel is better than the other one and it's no more expensive. این هتل بهتر از اون یکی هتله و اصلاً هم گرونتر نیست یا به هیچ وجه هم گرونتر نیست. پس اصلاً به هیچ وجه دیگه اگه نیاز داری کنار صفت مقایسه‌ای بذاری، اما از این که با ER ساخته بشه یا با مور پشتش ساخته بشه، فقط کافی از any و no استفاده کنی. any ساختار جمله و معنی هر دو منفی‌ان، no ساختار جمله مثبت و معنی منفی هست. پس من اینجا میتونستم بگم It isn't any more expensive، یعنی به هیچ وجه گرونترم نیست. حالا یکی دیگه از کارهایی که ما میتونیم با comparative adjective هامون انجام بدیم علاوه بر قرار دادن a lot, much, far یا a bit, a little یا slightly پشت صفات مقایسه ایمون و قرار دادن any و no بازم پشت صفات مقایسه ایمون، اینی که صفتی که من دارم رو شدتش رو زیاد کنم با 2 بار تکرار کردن more و more یا اون صفتی که با ER ساخته میشه. برای مثال من اگر بخوام بگم انگلیسی تو داره بهتر و بهتر میشه، بچه‌ها ما میتونیم یه صفت مقایسه‌ای رو 2 بار توی جمله تکرار کنیم برای اینکه بتونیم اون روند پیشرفت یه چیزی رو سلیس‌تر بیان بکنیم. مثلا Your English is improving, it's getting better and better. یعنی انگلیسی شما در حال پیشرفت داره بهتر و بهتر میشه. The city has grown fast in recent years. It's got bigger and bigger. یعنی این شهر خیلی سریع در سالهای اخیر رشد کرده، بزرگ و بزرگتر شده. As I listened to his story, I became more and more convinced that he was lying. میگه همونجوری که داشتم به داستانش گوش میکردم بیشتر و بیشتر قانع شدم که اون داره دروغ میگه. More and more tourists are visiting this part of the country. یعنی توریستای بیشتر و بیشتری در حال بازدید کردن از این بخش کشورن. پس ببینید بچه‌ها، من اگر بخوام 2 بار یک صفت مقایسه‌ای رو تکرار کنم، اگر اون صفت مقایسه‌ای من با مور ساخته بشه 2 بار مور رو میگم. اگر صفت مقایسه‌ای من با ER ساخته بشه 2 بار کلمه رو تکرار میکنم. پس این نکته هم حتما حواسمون بهش باشه. بریم بچه ها به شکل خاص کلمه older و elder رو بررسی بکنیم بچه ها. older و elder هر دوشون شکل سوپرلتیو صفت older اما با هم تفاوت دارن. ما به شکل کلی بچه ها کلمه older رو استفاده میکنیم، یعنی comparative old older. ما زمانی بچه ها elder رو استفاده میکنیم که بخوایم راجع به افراد در خانوادهمون صحبت بکنیم. یعنی وقتی میخوام بگم خواهر بزرگتر، پسر بزرگتر، دختر بزرگتر، میتونم بگم my elder sister, my elder brother, my elder son, my elder daughter. خب که در این حالت بازم ما older رو میتونیم استفاده بکنیم، یعنی بگیم my elder sister is a TV producer یا my older sister is a TV producer. پس ما به شکل کلی comparative old رو older میبینیم. تنها جایی که ما میتونیم elder رو استفاده بکنیم برای اعضای خانواده‌مون هست که اینجا خودش هم یه نکته داره که شما وقتی elder رو میگی با دن نمیتونی بگیش، یعنی این جمله غلطه. بگیم my sister is elder than me، این غلط محضه. باید بگیم my sister is older than me. حالا برای اینکه گیج نشیم بیایم بچه‌ها یه خلاصه از این کلمه older و elder داشته باشیم. به شکل کلی حالت comparative یا مقایسه old olderه، اما ما یه کلمه elder هم داریم. elder فقط برای بیان وضعیت اعضای خانواده شما میتونه استفاده بشه، هیچ وقت هم همراه دن نمیتونه بیاد. یعنی میگی she is my elder sister، اون خواهر بزرگ منه. he is my elder brother، اون برادر بزرگ منه. فقط در این حالته که شما میتونی علاوه بر older elder رو هم استفاده بکنی.
حالا با این چند تا چیزی که یاد گرفتیم که الان میخوایم یه مروری هم روش بکنیم، باید بریم چند تا تمرین انجام بدیم که هم مثالای بیشتری ببینیم، هم بتونیم دانشمون رو در قالب تمرین ازش نهایت استفاده رو ببریم. ما گفتیم که توی درس دوم میخوایم بیایم یه سری چیزا به حالت سوپرلاتیو و کمپراتیو ادجکتیوامون اضافه بکنیم. گفتیم ما اگر خیلی بخوایم پشت اینا بذاریم از much, a lot و far استفاده میکنیم و اگر بخوام پشت صفت مقایسه این مقدار کمی بذارم باید از a bit, a little و slightly استفاده کنم. پس نکته اول، اگه شما پشت صفت مقایسه اید میخوای خیلی بذاری، very نمیتونی بذاری، باید much, a lot یا far بذاری. اگر میخوای مقدار کمی بذاری باید a little, a bit یا slightly بذاری. این نکته اولش بود. اگر میخوای کنار صفت مقایسه ای به هیچ وجه اصلا یا دیگه بذاری باید یا any بذاری یا no بذاری. any توی جمله منفی بار معنایی منفی، no توی جمله مثبت بار معنایی منفی. و گفتیم حالا اگر ما بخوایم تأکید بیشتر روی تر بکنیم، اگر صفت مقایسه‌ای من با more ساخته میشه باید بگم more and more و اون صفت رو بذارم. اگر صفت مقایسه‌ای من تک بخشیه باید اون صفت رو دوبار تکرار کنم، مثل better and better، shorter and shorter، taller and taller. و یه نکته دیگه ای که وجود داشت راجع به کلمه older و elder بود. کلن به شکل کلی حالت مقایسه‌ای old olderه. تنها جایی که ما میتونیم elder رو هم استفاده کنیم وقتیه که میخوایم راجع به اعضای خانواده‌مون صحبت کنیم، بگیم برادر بزرگم، خواهر بزرگم. اما نکته اینجاست که هیچ وقت با دن نمیتونی بیاریش. اگر ما بخوایم بگیم من بزرگترم از یکی فقط باید older بگیم. حالا با این اوصاف بریم چند تا تمرین با هم دیگه داشته باشیم. بچه‌ها به این مثالات دقت بکنید. من الان پشت صفت‌هایی که دارم میخوام خیلی بذارم یا مقدار کمی. یه مثال براتون میخونم. The problem is much more serious than we thought at first. یعنی مشکل خیلی جدی‌تر از اون چیزی بود که ما در ابتدا فکر میکردیم، که الان میتونستم far هم قرار بدم، میتونستم a lot هم قرار بدم. حالا اگر من بخوام بگم که این کیف خیلی کوچیکه، من کیف خیلی بزرگتری نیاز دارم، باید اینجوری بگم This bag is too small, I need something much bigger یا a lot bigger یا far bigger. حالا far رو برای big معمولا استفاده نمی کنیم. I like the museum, it was جای خالی expected. یعنی من موزه رو خیلی دوست داشتم. حالا میخوام بگم که این خیلی جذابتر و جالبتر بود از اون چیزی که من انتظارش رو داشتم. اینجا باید بگم It was a lot more interesting than I expected. یا میتونستم بگم It was far more interesting than I expected. یا میتونستم بگم It was much more interesting than I expected. حالا اگه بخوام بگم که هوا دیروز خیلی داغ بود، امروز یه مقداری خنک‌تره، یعنی من پشت ترم میخوام حالا مقدار زیادی یا مقدار کمی بذارم. It was very hot yesterday, today it's a little cooler. حالا اگه من بخوام بگم که متاسفم این مشکل خیلی پیچیده تر از اونی که به نظر میرسه، باید چجوری بگم؟ یعنی میخوام خیلی بیارم پشت ترم. I'm afraid the problem is far more complicated یا میتونستم بگم is much more complicated یا is a lot more complicated than it seems. حالا میخوام بگم شما خیلی تند داری رانندگی میکنی، میتونی یه مقداری آهسته تر بری؟ You're driving too fast. Can you drive a bit more slowly? یعنی امکانش هست که یه مقداری آهسته تر بری. I thought he was younger than me, but in fact he جای خالی. حالا میخوام بگم که من فکر میکردم اون مقداری از من جوانتره، اما در حقیقت اون یه مقداری از من بزرگتره، یعنی سنش از من بیشتره. اینجا میتونم بگم I thought he was younger than me, but in fact he is slightly older than me. حالا بریم بچه‌ها یه تمرین داشته باشیم برای اینکه اون حالتی که ما صفت‌ها رو 2 بار تکرار میکردیم برای اینکه شدت بیشتری بذاریم توی ذهنمون جا بیفته.
It is getting more and more difficult to find a job. یعنی داره سخت‌تر و سخت‌تر میشه که ما یه شغل رو پیدا کنیم. میدونید بچه‌ها اگر صفت شما دو بخشیه و با more قراره که تر بهش بدیم، وقتی میخوایم دوبار تکرار کنیم فقط more رو تکرار میکنیم. اگه صفت شما تک بخشیه ما فقط اون صفت تک بخشی رو دو بار تکرار میکنیم. حالا به مثال بعدی دقت کنید. میخوام بگم که اون سوراخ در سویشرت شما داره بزرگ و بزرگتر میشه. اینجا بچه ها میتونم بگم That hole in your sweater is getting bigger and bigger. چون صفتم تک بخشیه دو بار خودش رو تکرار میکنم. حالا اگه بخوام بگم که من منتظر موندم برای مصاحبه‌ام و عصبی تر شدم، اینجا باید بگم I waited for my interview and I became more and more nervous. حالا میخوام بگم همون جوری که روز سپری شد هوا بدتر و بدتر شد. اینجا باید بگم As the day went on the weather got worse and worse. حالا میخوام بگم که مراقبت از سلامتی داره گرونتر و گرونتر میشه. حالا باید اینجوری بگم Healthcare is becoming more and more expensive. حالا اگر من بخوام بگم که از زمانی که آنا به کانادا رفت انگلیسیش بهتر و بهتر شده، باید بگم Since Anna went to Canada her English has got better and better. حالا میخوام بگم این روزها من خیلی مسافرت میکنم و زمان زیاد و زیادتری دور از خونه دارم سپری میکنم. These days I travel a lot. I'm spending more and more time away from home. خب تا اینجا بچه با این نوع تمرینم کامل آشنا شدیم. خب بچه بریم سراغ از و از. من تا اینجا یاد گرفتم اگر بخوام پشت صفت مقایسه ایم خیلی بذارم باید a lot, far و much بذارم جای very. اگر بخوام مقدار کمی بذارم باید a little, a bit و slightly بذارم. اگر به هیچ وجه دیگه یا اصلاً بخوام بذارم باید any و no بذارم که no تو جملات مثبت بار معنایی منفی، any تو جملات منفی و بار معنایی هم منفی. و اگر میخواستم یه صفت رو دو بار تکرار بکنم، اگر صفت با more ساخته میشه ترش باید بگم more and more بعد صفته. اگر صفتم تک بخشیه که میبایست دو بار اون صفت تک بخشیم رو تکرار بکنم. و راجع به old و elder هم اطلاعات کافی رو به دست آوردم. حالا اگه من بخوام بگم یه چیزی یا یه نفری توی یک صفت با شما برابره، یعنی میخوام بگم که مثلا هوا این تابستون به بدی سال گذشته است، یا اگر بخوام بگم که شما میبایست این هدیه رو مثلا با نهایت دقتی که میتونی باز بکنی به خاطر اینکه این شکننده است، چجوری بگم؟ یا اگر بخوام بگم توپ او به بزرگی توپ خواهر شماست، یا اگه بخوام بگم اون به مؤدبی دوست شماست. یعنی من یک صفت دارم و میخوام بگم یک چیزی یا یک نفری در این صفت با همدیگه یکسانن. اونجا میبایست از ساختار از adjective یا adverb به علاوه از استفاده کنم، یا توی adverb ها یا توی صفت ها من میخوام بگم دو تا چیز یا دو نفر کاملا عین همن. مثلا شما به باهوشی منی، یعنی ما جفتمون در این قصه هوش یکسانی، یا دوست شما به بی‌ادبی دوست منه، یعنی این دوتا در این صفت کامل یکسانن. ما اگه بخوایم بگیم دو تا چیز یا دو نفر در یک صفت یکسانن و هیچ کدوم نسبت به اون یکی برتری نداره، باید از ساختار از و از استفاده بکنیم. حالا به این چند تا مثالا دقت بکنید. The weather this summer is as bad as last year. It hasn't stopped raining for weeks. یعنی هوا این تابستون به بدی سال گذشته است. بارش باران برای هفته هاست که متوقف نشده. You have to unwrap it as carefully as you can. It's quite fragile. یعنی شما میبایست این رو تا جایی که امکانش هست با نهایت دقت باز بکنید چون تقریبا شکننده است.
His ball is as big as his sister's. یعنی توپ او به بزرگی توپ خواهر شماست. یعنی من میخوام بگم این دوتا توپ در صفت بزرگ یکسانن. She's as polite as her friend. یعنی اون به مؤدبی دوستشه. یعنی من میخوام بگم او و دوست او در صفت مؤدب یکیان. پس اگر من بخوام بگم دو نفر یا دو تا چیز در یک صفت یکسانن، باید از ساختار از، صفت از استفاده بکنم. حالا اگه قید باشه از adverb as استفاده بکنم. حالا بریم بچه‌ها سراغ حالت منفیش. اگر من بخوام بگم یه چیزی به سنگینی این نیست، یا مثلا شما به بلندقدی تامی نیستی، یا او به موفق بودن داداشش نیست، یا اینکه شما به بلندی من نمیتونی آهنگ بخونی، یا اینکه شما به خوبی ما نمیتونی بازی بکنی، یا اینکه بگم اون به ثروتمندی سارا مثلا نیست. خب حالا اگه من بخوام بگم دو نفر در یک صفت یکی نیستن، دقیقاً حالت دوم کمپراتیوه، معنی همون کمپراتیو ادجکتیو رو میده. منتها میخوام با ساختار از بگم. به این چند تا مثال دقت بکنید. It is not as heavy as I thought it would be actually. یعنی این به سنگینی چیزی که من فکر میکردم باشه نیست در حقیقت. Roy hasn't grown as tall as Tommy yet. یعنی روی به بلندقدی تامی هنوز نرسیده. She is not as successful as her brother. یعنی اون به اندازه برادرش موفق نیست. She is not singing as loudly as she can. یعنی اون به بلندی که میتونه آواز بخونه این کار انجام نمیده. They didn't play as well as they usually do. یعنی اونا به خوبی که همیشه بازی میکنن بازی نکردن. He isn't as rich as Sarah. یعنی اون به پولداری سارا نیست. پس اگر من بخوام بگم دو تا چیز توی یه صفت یکی نیستن، یکی دیگه از راههایی که علاوه بر اون کمپراتیو ادجکتیوی که تا حالا یاد گرفتیم، حالا یا با ER ساخته میشد یا با مور ساخته میشد، اینه که ما صفت رو بین از و از قرار بدیم، منتها حالت منفیش باید باشه. حالا اگر بچه‌ها من بخوام دفعه بذارم پشت ترم، یعنی میخوام بگم خونه ما 3 برابر بزرگتره از خونه شما، یا من 10 برابر ناراحت ترم از شما، یا اینکه بخوام بگم این خونه 3 برابر کوچیکتره از خونه شما، یا اینکه میخوام بگم قیمت بنزین 2 برابر گرونتر شده نسبت به چند سال قبل. یعنی اگه من بخوام حالا دفعات و چندین برابر رو بخوام بگم و اینو بخوام پشت تر قرار بدم، از یک ساختار باید استفاده بکنم. ببینید بچه‌ها، ما میتونیم از کلمه time استفاده بکنیم پشت صفت as، adjective or adverb as. مثلا میخوام بگم قیمت بنزین 2 برابر گرونتره نسبت به چیزی که سالهای قبل بوده. باید بگم petrol is twice as expensive as it was a few years ago. یعنی قیمت بنزین 2 برابر گرونتره نسبت به چیزی که چند سال گذشته بود. اگر شما میخواید بگید یه چیزی چند برابر حالا گرونتره، یا یه نفری چند برابر ناراحت تره، نگران تره و هر صفت دیگه، ساختار میشه این. تعداد دفعات رو میذارید از یا صفت یا قید از و ادامه جمله. حالا به این مثال بچه توجه کنید. Their house is about 3 times as big as ours. یعنی خونه اونها تقریبا 3 برابر بزرگتر از خونه ماه. یعنی من هم تر دارم هم میخوام چندین برابر رو بگم. ابتدا چندین برابرم رو با times میگم، حالا 4 times، 5 times، 6 times، 10 times و بعد از صفت از. این میشه فرمولی که شما میتونی همزمان چندین برابر رو با تر بگی. حالا اگر من بخوام بگم خونه شما 10 برابر بزرگتر از خونه ماه، من هم تر رو دارم هم تعداد دفعات. خیلی راحت اول تعداد دفعات رو میذاریم. Your house is 10 times. حالا از صفت از رو میذاریم as bigger as mine.
حالا اگه من بخوام بگم که اون 3 برابر آهسته تر از من صحبت میکنه، اول باید تعداد دفعات رو بذاریم. He speaks 3 times as slowly as me. به همین راحتی، به همین خوشمزدگی که دیدید. یکی دیگه از حالاتی که بچه ها ما میتونیم از استفاده بکنیم برای possibility است. یعنی وقتی من میخوام بگم به سریع ترین حالت ممکن، به تندترین حالت ممکن، میتونیم از ساختار از صفت از، حالا یا can یا possible استفاده کنیم و برای گذشتش هم که could میگیم. Can you come as soon as possible؟ یعنی آیا میتونی اینجا بیای در سریع ترین زمان ممکن؟ We got here as fast as we could. یعنی ما رسیدیم اینجا به سریع ترین شکل ممکن. Please send me a letter as soon as possible. لطفاً برای من نامه بفرست در اسرع وقت، در سریع ترین حالت ممکن. این هم از ساختار از، حالا یا کنار کلمه possible یا کنار کلمه can که اگه بخوایم گذشتش کنیم باید could بذاریم. حالا بریم بچه سراغ چند تا مثال تا اینا کامل برامون جا بیافته. مثلا من میخوام بگم من قدم بلنده اما شما بلندتری، پس قاعدتا من به بلندی تو نیستم. I'm tall but you're taller. پس اینا اینجوری هم میتونستم بگم I'm not as tall as you. حالا میخوام بگم حقوق من بالاست اما حقوق تو بالاتره، پس حقوق من به قدر تو بالا نیست. My salary is high but yours is higher. پس اینجا میتونم بگم My salary is not as high as yours. حالا اگر ما بخوام بگیم که ما امروز شلوغیم اما دیروز شلوغتر بودیم، باید اینجوری بگیم We are busy today but we were busier yesterday. یعنی ما امروز شلوغیم اما دیروز شلوغتر بودیم. من اینو اینجوری هم میتونم بگم که We are not as busy as we were yesterday. یعنی ما به شلوغی دیروز نیستیم. بچه اگر من بخوام بگم که من یه مقداری عصبی بودم قبل از مصاحبه اما من معمولاً بیشتر عصبیم، باید بگم I was a little nervous before the interview but usually I'm a lot more nervous. حالا اگر من بخوام بگم همین جمله رو من میتونم اینجوری هم بگم I wasn't as nervous as I'm usually in the interview. یعنی من به عصبی بودنی که همیشه هستم در زمان مصاحبه نبودم. خب بچه‌ها یه 3-4 تا تمرینم اینجا انجام دادیم برای اینکه از کامل برامون جا بیفته. امیدوارم که از این درس لذت برده باشید. حتما بچه‌ها پیج اینستاگرام ما رو فالو بکنید، کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب. کلی ویدیوهای جذاب داریم که زبان رو اونجوری که شایسته است یاد بگیریم.